سلام، چطورین؟ خوش اومدین به یه ویدیو دیگه با معرفی کتاب جدید با من. اولین کتابی که میخوام بهتون معرفی کنم کتاب این کتاب توی ژانر فانتزی و عاشقانه نوشته شده. همین اول کاری بگم که پایان این کتاب سده، پس اگه از کتابایی که با پایان غم‌انگیز تموم میشن خوشتون نمیاد اصلا سمت این کتاب نه. این کتاب راجع به دختر سلطنتیه که عاشق دلخوش دربار میشه و یه رابطه معمولی شکل میگیره. پوینت منفی که این کتاب داشت این بود که تصور کلی از شخصیت‌ها و داستان‌ها به ما نمیداد و ما نمیتونستیم درست‌ها رو تصور کنیم و از نظر من این خیلی بد بود. پس اگه بخوام در نتیجه گیری بگم این کتاب ارزش خوندن داره یا نه، بده. روای بعدی کتابای عشق پیچیده و بازی‌های پیچیده از مجموعه تویستد هست. این مجموعه شامل 4 تا کتاب عشق پیچیده، بازی‌های پیچیده، نفرت پیچیده و دروغ پیچیده. کتاب اول در مورد آوا و دوست و همکارشه که بر پایه‌های دوستی این عشقشون شکل گرفت. تقریبا میشه گفت این کتاب بر پایه دارک رومنس هم هست. کتاب بعدی کتاب بازی‌های پیچیده و اساس داستان عشق دختر و بادیگارد اون شکل می‌گیره. و میشه گفت یک عشق پرتنش و هیجان انگیز رو تجربه می‌کنه که ارزش خوندن رو داره. در کل اگه بخوام جمع‌بندی کنم این کتاب ارزش خوندن رو داره اما ارزش خریدن رو نداره. اون که بیشتری قسمت‌های کتاب سانسور شده است و تغییر داستان داشته و اصلا ارزش خریدن رو نداره. اما داستان جالب و هیجان انگیزی داره. اما رسیدیم به کتاب مورد علاقه من دسته 4. این کتاب در مجموعه 5 جلدی نوشته شده که هر جلدش منتشر نشده و فقط یک جلد اون به فارسی ترجمه شده. این داستان در مورد دختریه که به اجبار خانواده‌اش وارد یک داستان خطرناک میشه اما کم کم خودش به اون علاقه‌مند. و داستان خطرناک این ماجرا چیه؟ تعلیم اژدها. در واقع انسان‌ها تعلیم می‌زنن برای سوار شدن به اژدها و واقعا داستان هیجان انگیز و پرهیجان و همینطور عشق بین وایلت و زیدن واقعا هیجان انگیز بود. و با خوندن این کتاب وارد یک دنیای هیجان انگیز دیگه میشید که 100% کتابا به شما پیشنهاد می‌کنم و حتما بخونیدش و بخونید و لذت. کتابای بعدی کتابای مجموعه تاج دوقلوها و تاج نفی شده است که جلد سوم این مجموعه این 2 هفته قوقا به پا کرد. اگه به ژانر فانتزی و همینطور جادو علاقه دارین من حتما این کتاب‌ها رو به شما پیشنهاد می‌کنم. این 2 تا کتاب و جلد سومش تاج شده و در مورد 2 تا خواهر دوقلویی هستش که زندگی جدا از هم داشتن و متفاوت از هم زندگی می‌کردن اما بعد از مدت‌ها می‌خوان 2 نفرشون با هم بر یک سرزمین حکومت کنن که جادو بر اون اعمال شده. کتاب در حدی هیجان انگیزه که ما توی جلد دوم یعنی تاج نفرین شده تبدیل دشمن به عاشق هم داریم. در کل کتاب قشنگه و بهتون پیشنهادش می‌کنم. و بعدی کتاب رقبای الهی با این برگه‌های مشکی به نقطه زیباش. این کتاب در مورد دختریه که کاتبه و توی یک نشر روزنامه کار می‌کنه و برای رسیدن به جایگاه ستون‌نویسی باید پسر رقابت کنه. کتاب زیبا و با صحنه‌های قشنگی است اما بهتون پیشنهاد میکنم تا اومدن جلد دومش صبر کنید چون پایان جلد اول بسیار مبهم و بد تموم میشه اما از نظر من ارزش خوندن داره. و اما اگه بخوام جمع‌بندی کنم سنگدل ارزش خوندن داره بله. مجموعه پیچیده ارزش گرفتن داره نه ولی ارزش خوندن داره. دسته 4 قطعا ارزش خوندن داره. مجموعه تاج دوقلوها بهتون پیشنهادش میکنم. و در نهایت رقبای الهی به نظرم صبر کنید تا جلد دوم بیاد و بعد بخرید. مرسی که از این ویدیو تا انتها دیدین. خیلی دوستتون دارم. خدا نگهدار.